بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب عرض کردم که قیام آقا به عبدالله الحسین علیه السلام یک قیام قومی نیه، یک قیام حزبی نیه، قیام شخصی نیه. همگی می فهمیدن که ای کیه. جایگاه امام حسین همه می دانستن، چون از پیغمبر اکرم تعریف های درباره امام حسین مردم شنیده بود که اصلا تعجب می کند. و خود امام حسین هم که گرفتار داشت بین مردم که هیچ کس از دستش آزرده نشده بود، یک خلق بدش کس ندیده بود. علاوه بر این، امام حسین در طول این مدتی که در مدینه بوده همیشه گاهی وقتا یک چیزای گفته و مردم بعض نکته را یادآور شده. مخصوصا وقتی که میایه به مکه، این 3 ماهی که در مکه افراد مختلف از جهان اسلام میاین به مکه برای عمره. این دیگه میالم همونطوره دیگه، از ماه رجب شروع میشه، مردم برای عمره میرن، از نقاط مختلف مملکت اسلامی می آمدن و امامم برای همه صحبت میکرد. بعضی ها میرفت خصوصی میدید، برای بعضی ها در جمع صحبت میکرد. اهداف گفته بود که ما برای چی قیام کردم، برای چی مخالفت میکنم با این دولت. همگی هم ثبت دیگه در کتابه همینه همگی نوشته شده که اهداف قیام خود امام میگه. یعنی میخوام بگم که امام یک قیام شخصی یا مثلا حزبی و قومی نداشته. امام قیامش برای حفظ اسلام، میخواه اسلام از نابودی نجات بده و همین کارم کرد. خب چرا مسلمانا امام تنها گذاشتن؟ چند شهر که گفتیم، شهر مدینه که در امی شهر امام حسین بزرگ شده، مردم پیغمبر به این شهر دیدن، امیرالمومنین دیدن، امام حسن دیدن، بعدش امام حسین. چرا یاری نکردن؟ یکی از نکته‌ای که دیشب عرض کردم خدمت شما ای که معمولاً بزرگان در هر ملت بزرگان نقش داره، نقش تعیین کننده داره. مردم طرفدار اونا سعی میکنه. بزرگان دیگه یا بزرگای قومیه یا بزرگای علمیه، مردم طرف امینا نگاه میکنه. اکثرا وقتی میری مطالعه میکنی میبینی بزرگان مدینه اکثرا دنیایی شدن، اکثرا دنیایی شدن، دنبال این که امی زندگی دنیای خود به خوبی بچرخانن. بعضیا از ترس امام یاری نکردن، بعضیا هم به طمع چیزی امام یاری نکردن، بعضیا هم بصیرت نداشتن. خب ما در فرهنگ اسلامی ایر داریم که کسی حق نداره به پیغمبر مشوره بده، چیزی بگویه، در کار پیغمبر اعتراض کنه. این کسی حق نداره، چون پیغمبر حجت خدایه. حجت خدا یعنی ای که تمام حرفایش حجته، تمام کارهایش حجته. خب او حجت بر مایه، نه که ما بر او حجت باشیم. لحاظا حق نداریم به او اعتراض کنیم. یک انسان کامل تایید شده از طرف خداوند متعال. صحیح شد؟ ما مردم شیعه معتقدیم که 12 امام هم میرقمه.
همینطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک انسان کامله، این 12 امام هم انسان های کاملا. البته دلائل داریم برای حرف از آیات قرآن، از روایات، از سیره مسلمین داریم، از چیزا اینا دیگه جایش حال نه اینجی. خب چطور تو به خود جرأت میدی به امام حسین میگی این کار نکو این کار بکن؟ او حجته. یک وقت یک قصه ما به سر منبر برای مردم گفتم. یکی از علمای بزرگ میگه من زندگی امیرالمومنین مطالعه میکردم، رسیدیم به جنگ صفین. در جنگ صفین عمرو عاص یک کار همین تو بیجایی میکنه دیگه. کسایی که سریال امام علی دیدن دیگه، عمرو عاص یک کار غلط میکنه، امام روی خود میگردانه او به اصطلاح ما شما رایخ میگیره، این ریله میده. میگه ما همینجی به دلم گشت، گفتم یا امیر المومنین، امیر میزدی دیگه، نزدیکشم رسیده بودی، به این شکلم دیدی شد، میزدی شد از منکال دوتا میکردی که مسلمان ها شرش بیغم میشد. هیچی دیگه داستان مطالعه کرد و خلا شد، خو شد. در عالم خواب امیر المؤمنین دیدو. السلام علیک یا امیر المؤمنین. گفت چی سلام؟ با خدا تو از عمرو عاص بدتری. یا امیر المؤمنین من مجتهدم، چند هزار نفر پشتر من نماز میخوانه، چقدر کتاب من نوشته کردم، در فضائل تو من چقدر کتاب نوشته کردم، فضائل تو برای مردم گفتم، منبرها رفتم برای مردم، فضیلت های تو گفتم. میگه امیرالمؤمنین یک جمله به ما گفت. او جمله چی بود؟ به یاد ما و شما هم باید باشه. گفت عمرو عاص او زمان مرا نشناخته بود که من حجت خدایم، بر علیه من آماده قیام کرده. تو بعد از 1400 سال مرا نمیشناسی که من حجت خدایم، هیچ کاری را به امر خدا نمی کنم. ما اگر من روی خدا گشتندم این کار سلیقه‌ای نبوده که من به دل خودی کار کرده باشم، نه، ما حجتم بر شما، هر کار ما برای شما حجته. این در مورد امیرالمومنین. در مورد سایر ائمه هم همینطوره. خب یک عده بودن که معرفت درست نداشتن، از امام برداشت درست نداشتن که امام یعنی چی، لہذا امام یاری نکردن. این هم یک عده دیگه از بزرگا. میمانه عموم مردم مدینه چون سالها بر اینا گذشته بود، بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینا بر اثر تبلیغاتی که بر اینا شده بود نسبت به خاندان پیغمبر یک دید منفی پیدا کرده بودن. علاوه بر او از حکومت اسلامی اینا یک برداشت دیگه پیدا کرده بودن. مدینه بسیار عوض شد. او مدینه که در زمان پیغمبر خدا بود که واقعا مثال زدنیه، جامعه مدینه در زمان پیغمبر اکرم واقعا مثال زدنیه. برین مطالعه کنین میبینین که چی رقم مردمی بودن، مردمی که به خون هم دیگه تشنه بودن، جنگ های چند صد ساله داشتن. همین مردم اطور به هم برادر شدن که جان فدای یکی که دیگه میکردن. همین مردم
این تغییری بود که پیغمبر در این جامعه آورد. همین جامعه، همین مدینه، تاریخ برین ببینید دیگه بعد میفهمین نکته. همین مدینه کارش به جای رسید که رقاصه و خواننده زن تربیت میشد در مدینه، به دیگه شهرهای اسلامی صادر میشد. از صادرات مدینه منوره، از صادراتش ارسال رقاصه و خواننده بود به شهرهای دیگه. در یک مورد اینا مطالعه کنن، خیلی خوبه که برن دیگه به سر منبر خدر حرف گفتم نمیشه. در یک مورد یک نفر از این رقاصه ها که خیلی مقبول بود، این میره طرف شام، یعنی تقریبا میخواه کوچ میره دیگه. مردم مدینه، شهر مدینه بسته به در میشن به بدرقی. ایره بدرقه میکنن تا کجا؟ مثلا چی گریه های میکنن مردم برای کی رفته. در یک مورد دیگه همینطور داریم که جمیله نام از امی رقاصه های مدینه جمیله نام داره، ای به طرف مکه می آیا. چقدر مردم سررایز بیاین، چقدر مردم ایره بدرقه میکنن، تا کجای شهر می آین دنبال ای. چقدر مردم هم خیش می آید تا مکه. یک رقمی شده بود مدینه. او مدینه که در زمان پیغمبر بود کاملا عوض شده. از این مدینه توقع داشته باشیم که امام حسین یاری کنن، نکردن. همین مدینه بود که مردم حضرت زهرا سلام الله علیها میرفت دان خانه ایشان، میگفت تو بغدیر خوم نبودی؟ چرا بودم بیبی جان؟ تو ندیدی که پیغمبر چیکار کرد؟ دست علی رو بالا کرد، چی گفت؟ میگفت یادم رفته بیبی جان، مر ببخش. یه تو یکی دو تا سه تا چار تا نه، دان خانه بسیاری ها میرفت. در آخر در امی خطبه فدکیش که یک خطبه بسیار مقبول داره دیگه حضرت زهرا، که معارف دینی ده چقدر به شکل زیبا بیان میکنه یک زن. در این خطبه میگه چیکار شده شما مردم مدینه را؟ چرا اینطور زود عوض شدین؟ شما حرفای پیغمبر در مورد ما نشنیدین؟ چرا از ما دفاع نمیکنین؟ ما که حقیق میخوام، چرا نمیکنین از ما دفاع؟ نکرد مردم مدینه دفاع نکرد از حضرت زهرا. وقتی که خلیفه سیوم کشته میشه، مردم میاین به اصطلاح تظاهرات میکنن، جمع میشن، کودتا واری میکنن. این مردم کیه؟ مردم مدینه نیه، مردم شهرهای دیگه. مردم شهرهای دیگه. در چندین مورد جنگ جمل که پیش شد، حضرت به مردم مدینه رو کرد گفت مر یاری کنین. سپاه جمل چند هزار نفره، در برابر سپاه جمل از مردم مدینه 66 نفر خی حضرت امیر آمدن. 66 نفر. البته تاریخ که میخوانی میبینیم مردم مدینه در مقاطع بعدی تاریخ هم درست یک کار شایان نتانستن بکنن. در جنگ حره و خستن یک عده قیام کردن ولی زود شکست خوردن، بسیار با آسانی دولت اینا شکست داد. از علویه شهید فخر حسین ابن علی
یا نفس زکیه، اینا قیام کردن، مردم و قدر یاری نکرد، چنر شکست خوردن. لہذا از مردم مدینه دیگه توقع نمیره که بیاین امام حسین یاری کنن، با این سابقه که از مردم مدینه داره. اینا دیگه گفتم به شما که برین مطالعه کنن، جوانا برو تاریخ اسلام بخوانن. حضرت امیر چقدر سفارش میکنه که تاریخ بخوانن تا عبرت بگیرن، بفهمن چی رقم زندگی کنن، بفهمن که شما در کدوم مقطع تاریخی قرار دارن، چون مقاطع مختلف تاریخی با هم شباهت داره. بفهمین که در این مقطع ما چی کار کنیم، راست پیش شما گم نمیشه. قرآن هم که وقت وامی کنی میبینید شاید 2/3 قرآن، یعنی قرآن اگر 3 رصد کنی، 3 بخش کنی، 2 بخشش تاریخ قصه های، چون مهمه، تاریخ مهمه، باید بخوانن. خود شما برین مطالعه کنین. من فقط یک سرنخا به دست شما میدم که مردم مدینه نکردن یاری امام حسین. شام گفتیم، مکه را گفتیم، مدینه رم گفتیم، بصره رم دیشو گفتم. میمانه یمن. یمن مردم بود که به دست امیرالمؤمنین مسلمان شده بودن، زیاد دوست داشتن امیرالمؤمنین و اولاد علی را، زیاد دوست داشتن. مردم متدین هم بودن. چرا مردم یمن قیام نکردن، با امام حسین نامدن؟ این هم دیگه سواله. البته با امام حسین پیشنهاد زیاد شد، بزرگان دین زیاد پیشنهاد کردن به امام حسین که ابن رسول الله به طرف کوفه نرو، برو به طرف یمن. حضرت می گفت مردم یمن از ما دعوت نکردن. درسته که مرد دوست دارن ولی از ما دعوت نکردن، ما چطور برم؟ مردم کوفه از ما دعوت کردن، دعوتنامه هایشان این موجوده، 18,000 نامه روان کردن، دعوت کردن از ما. مردم یمن دعوت نکردن. بایی که مردم یمن محب علی و آل علی بودن، چطور شد که یاری نکردن؟ من همیشه برای شما یک قصه میگم که شاید خود شما هم تکان بخورن که چطور، تا حالا شاید نشنیده باشن، که این قصه برای ما و شما یک عبرته. حال ما قصه برای شما شروع میکنم، شما هم یک صلوات بگوید. اللهم صل علی لوط ابن یحیی از ابوالحسن علی ابن عبدالله ابن محمد البکری نقل میکنه، میگه وقتی که خلیفه سیوم کشته شد و مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن، در یمن حبیب ابن منتجب والی بود از طرف خلیفه سیوم. خب امیرالمؤمنین که آمد به بسیار والیا گفت تو باید پس شوی به جایت فلانی. بعضی والیا هم گفت بیشین تو به جای بشی. حبیب ابن منتجب یکی از والیایه که امام فرمود که تو بیشی، تو به جای خود باش. برایش نامه فرستاد، در نامه توصیه های بش کرده
که تو باید غم مردم رو بخوری، عدالت برقرار کنی، چطور کنی، فلان کنی، از چیزا توصیه کرده شد. بعد از طرف ما تو بر همی منصبی که داری ابقا میشی. حال یک چیزی که ازت میخوام اینه که 10 نفر از مردم یمن، مردمی که ما میگم اینی رقم مردم برای ما روان کن. حال گوش کنین. و انفذ الی منهم 10، 10 نفر از اینا برای ما روان کن که چی رقم آدم باشه؟ یکونون من عقلائهم و فصحائهم و ثقاتهم، از عقلایشان باشه، از کسایی باشه که خوب زبان داره، بیان داره، و از کسایی باشه که مورد اطمینان شمایه. ممن یکون اشدهم اونا من اهل الفهم و الشجاعه، از کسایی باشن که بتانن درست ما را یاری کنن، اهل فهم باشن، اهل شجاعت باشن، عارفین بالله، عارف به خدا باشن، عالمین به ادیانهم، دین خدا درست بفهمن، و ما لهم و ما علیهم، او چیزی که از طرف خدا بر اینا واجب شده و او چیزی که نهی شده اینا رو بفهمن. و اجودهم رأیا، نظر خوب داشته باشن. و علیک و علیهم السلام. این طور آدم 10 نفر از پیشت میخوام برای ما روان کن. وقتی که نامه به حبیب رسید، میگه نامه را مچ کرد، به چشمایش مالید، بالای سر خود ماند. بعد این نامه را برای مردم خواند. برای مردم خواند. 100 نفر از مابین مردم انتخاب کرد. 100 نفر. بعد یک انتخاب بعدی از مابین 100 نفر 70 نفر کشید. بعد انتخاب سیوم از مابین 70 نفر 10 نفر بیرو کرد. یعنی دیگه همی گلایشان لب لباب مردم یمن دیگه. این 10 نفر روان میکنه پیش امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی که اینا میرسن، خب فرض بری میگیریم که امیرالمؤمنین مثلا با چوکی خلافت ششته، اینا میاین دم در امونجا استاده میشن و یک نفر اینا 1-2 قدم پیش میآید. حال گوش کنین این نفر چی میگه، با امیرالمؤمنین چی میگه. السلام علیک ایها الامام العادل، اینا رو که میفهمین. والبدر التمام، ماه شب 14. واللیث الهمام، شمشیر تیز خدایی. والبطل الزرقام، قهرمان پهلوان. والفارس القمقام، اسب سواری که شکست ناپذیره. و من فضله الله علی سائر الانام، کسی که خدا او را بر همه بشر برتری داده است. دیگه نکته که چی میگه به امام. صلی الله علیک و علی آلک الکرام، صلوات بر تو و بر آل کرام با کرامت تو. اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا، من شهادت میدم که تو امیر المؤمنینی، از راستی امیر المؤمنینی، به حق امیر المؤمنینی. انک وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والخلیفة من بعده، خلیفه بعد از پیغمبر توی. و وارث علمه، وارث علم پیغمبر توی. خوب دقت کنین که چی رقم توصیف میکنه. لعن الله من جهد حقك و مقامك، هر کس که حق تو را منکره، مقام تو را منکره، خدا لعنت کنه اونا را. اصبحت امیرها و امیدها، لقد اشتهر بین البریت عدلک، تو که بین کل جهان مشهوری به ای که آدم عادل هستی. خب بعد
ادامه میدادی، خیلی حرفا در عمل کوتاه بر شما قیچی میگم. حتلت شعابیب و فضلک، فضل تو کل عالم گرفته، و صحائب رحمتک، ابر رحمت تو بر کل بشر آمده، و رأفتک علیهم، و لقد انحزن الله انحزن الامیر الیک، امیر یعنی او حبیب ابن منتجب ما را پیش تو روان کرده. فسررنا بالقدوم علیک، چقدر خوشحالم که ما پیش تو آمدیم، چقدر خوشحالم. فبورکت بهذه طلعت المرضیه، ای طلوع خوشایند چقدر برای ما خوبه، با برکته، ما برکت پیدا کردیم به ای که تو بر ما طلوع کردی. تشبیه به چیز میکنه، افتو میکنه حضرت امیره. بعد شروع میکنه شعر میگه، انت المهیمن والمهذب دون ظن ندا، تو آدمی که از طرف خدا انتخاب شدی، پاکیزه‌ای، و ابن الزراغم فی الطراز الاولی، پدران چی پدران نیکی بودن. الله خصک یا وصی محمد، ای وصی محمد صلی الله علیه وسلم، تو را مخصوص ساخته. و حباک فضلا فی الکتاب المنزلی، چی فضیلت خدا به تو داده. سعی کنین این جمله رو میتونم من مگر به فارسی برای شما به 2 دقیقه بگم، ولی عمدن میخوام از روش بخوانم که بفهمین قصه چیه. میشه قصه باید به یاد داشته باشین و کل تکان خواهد داد. و حباک بالزهرا بنت محمد، خدا تو را انتخاب کرد، دختر پیغمبر زهرا را به تو داده. حوریت بنت النبی المرسلی، که او حوریه بهشتیه، دختر پیغمبر حوریه بهشتیه. بعد رو میکنه به امام، ای امیر مؤمنان، ما را هر جا دوست داری بفرست، ما به خدمتت حاضریم، برای خدمت آمدیم. امام میگه که طرف این نگاه کردی، مقبول ارفای زدی، اینطور کم پیدا میشه، اینطور آدم پیدا شو و به این جرأت پیش خلیفه مسلمین استاده شو اینطور چیزا بگویا. فاستحسن امیر المؤمنین علیه السلام کلامه من بین الوفد فقال له، امام حرفای شعر گفت، عجب حرفای خوب مقبول زدی، چقدر. بعد گفت مسمک یا غلام، اسمت چیه؟ قال، ای بنده خدا رو کرد گفت اسمی عبدالرحمن، اسم ما عبدالرحمنه. این خواهش میکنم به دقت گوش کن. بعد گفت که ابن من بچه کی؟ جواب داد گفت که ابن ملجم المرادی. تا گفت ابن ملجم مرادی، حضرت رو گشتن گفت امرادیون انت، تو مرادی؟ یعنی یک چیزای امیرالمومنین میفهمید مرادی کیه؟ چیکار میشه؟ امرادیون انت، تو مرادی؟ گفت بله یا امیرالمومنین، بله من مرادیم. میگه حضرت دستای خودم میمالید و آرام آرام میگفت انا لله و انا الیه راجعون. صحیح شد؟ همین مرادی ماند به کوفه، اون 9 نفر دیگر رفتن یمن، مرادی ماند. البعضی هم میگن مریض شد و در مریضیش حضرت هر روز می آمد خبرش می گرفت. بعد از اینکه از مریضی خوب شد، امام چند دفعه دعوت کرد، به خانه خود دعوت کرد، دعوتیابش می داد، لباس بش داد، چند دست لباس برش هدیه داد، از این هدایا بش می داد. بعد جنگ نهروان پیش شد، جنگی که امام با خوارج داشت. صحیح شد؟ جنگی که امام با خوارج داشت. یکی از افراد او جنگ همی ابن ملجم، ای تو شمشیرای زد،
ای تو کارای کرد که همگی ایر تحسین میکردن. چی جنگ نمایان کردی، چی قدر شجاعت خدا به تو داده، هیچ چی کارایی کردی. در لشکر امیرالمومنین بود. وقتی که جنگ تمام شد می آمدن که حرکت کنن طرف کوفه، آمد پیش امیرالمومنین استاده شد، گفت اجازه میدیم پیش از شما برم. چی میکنی پیش از ما میری؟ ما میرم خبر فتح و پیروزی تو را میبرم که دوستا خوشحال شوه، دشمنا ناراحت شوه. خبر پیروزی تو را برای مؤمنین میبرم، برای محبینت میبرم. از این جمله امام نگفت برو، گفت خود میدانی. عربیش به این شکل آمده. شما هیچ صلوات هم نمیگین. و عجل فرجهم. بله، حضرت به شروع کشتن گفت که شأنک. عربی چیه؟ یعنی خودت میدانی. تقریبا امام ناراضیه. خب یک مقدار هدایا بش داد، 2 میگلنگوتا بش دادن، چپن بش داد، چی داد حضرت امیر، 2 شمشیر بش داد و از این چیزا. این روان شد آمد کوفه. کوفه شهریه که امیرالمومنین حکومت میکنه. ما بین کوفه من بازارا و کوچه ها میگرده و همین خبر میده. مردم خبر شین امیرالمومنین کامیاب شد، پیروز شد، لشکر دشمن همه را تار و مار کرد. چطور کرد؟ 4000 نفرشان را کشت. به می حال وقت میره یک زن به نام قطام سر خود از دروازه اولی پیش میکنه، چشمش به این مفته، یک اشاره میکنه، میشه بیایی یک دفعه پیش من؟ میایه. دانه اولی که میایه بیا خسته زله جنگ رفتی، بیا چای مایم بدم هم قصر برم بکو که کی کشته شد، کی زنده من، چی کار شد. این بدبختم میره داخل میره. قطامم یک کمی همه طور ایله پیشش میشینه. صحیح شد؟ یک کمی آزادتر میشینه. چای میاره و شیر میاره و میوه خشک میاره و خلاص چیزا پرش میاره و پذیرایی میکنه. خوب قصه کو. این دیگه چشمش افتیده همونجی، لیلش رو برده. قطام فهمید که اید ما خوشی کار کردم. گفت خوب قصه کو. البته قطام خبر داشت ولی از دانه ای میخواه بشنوه. قصه کرد، برای از جنگ برایش قصه کرد. پدر قطام، برادر قطام و عموی قطام در جنگ کشته شده. شروع کرد به گریه کردن. های می ناله و گریه میکنه. خب به می حالی که گریه میکنه و از گفا که نزدیک الغش کنه، دیگه سرش رو به بغلخ میگیره. نه گریه نکو بابا، خدا بد صبر بده، چطور فلان ازیفه. از همینجی شروع میشه. همینجی دیگه نفس حاکم میشه. وقت نفس حاکم شد او هم وارخ میکنه. خب چی میگی؟ خوشت آمدم یا نه؟ بله خوشم. چطور آمدی؟ میخوای زنت شم؟ گفت از خدا میخوام. یک شرط دارم. شرطش چیه؟ باید علی رو بکشی. اونقدر این حرف پیچ داد و تو داد و پیچ داد و تو داد، کم کم آمد به بغلش شیشتود. نینا میگی ما بین تاریخه تا ای که هرچی ابن بلجم بابا تو میفهمی علی کیه؟ مقام علی رو میگفت. میفهمی علی کیه؟ یک جملهش اگر من برای شما بخوانم، اما ایران میمانه که این چیزی داشته از امیرالمومنین، چی برداشتایی داشته.
میفرماید که چیز ابن ملجم میگه المنصور من السما، این علی کسی که از آسمان کمک میشه. والارض ترجف من هیبته، زمین از هیبتش میلرزه به خود. والملائکه تسرع الی خدمته، ملائکه ها یکی دیگه مسابقه میدن، به سرعت میاین که چطور خدمت علی بکنن. و یا ویلک و من یقدر علی قتل علی ابن ابی طالب، وای بر تو، کی میتونه علی رو بکشه؟ او حرف خود گرفته، میگه شرطش همیه دیگه، میخوای زنت شم، اینه می شرطشه. میگه باش مهلت بده، امشب مهلت بده، امشب میره خانه دیگه، کجا طاقت کنه، صبح میای قبول میکنه. آیت الله بهجت یک جمله داره، جملهش باش برای شما از رو بخوانم که ما بینش ما کم و زیاد نکرده باشم. شما یک صلوات دیگه هم بگوین اللهم صل علی محمد و علی محمد. میگه یک انسان می تواند یک عمر پروانه‌وار دور امامش باشد ولی در نهایت امامش را به قتل برساند. این خطر طرف موت هم سعی میکنه. یعنی این ابن ملجمه که ما و شما تعال دیدیم که چقدر امام میشناخته و چقدر تعریف از امام، چقدر محبت امام به دلی بوده، این یک دفعگی اتور میشه. این یک درس بزرگ به موتو که تنها محبت مشکل گشا نیست، تنها محبت مشکل گشا نیه. پهلوی محبت بصیرت لازم، باید چشم دلت روشن باشه، بفهمی که راه کدومه بی راه کدومه. و الا محبت تنها، خیلی ها امینایی که در نهروان آمدن جمع شدن بر علیه امیرالمومنین شمشیر کشیدن، امینا تا یک هفته پیش در لشکر خود امیرالمومنین بودن دیگه. یا در تاریخ ما و شما داریم که او امتی که چقدر پیغمبر دوست داشت، چقدر محبت به پیغمبر داشت، او امت به کربلا خی اولاد پیغمبر چیکار کرد؟ اینا زنگ خطر برای موتو که تنها به محبت دل خوش نکنیم که ما محب علیم، محب اهل بیت پیغمبره. نه، بصیرت میخواه، عمل میخواه،